تصور کنید تاجری در سواحل مدیترانه آماده سفری طولانی است. کشتیش پر از کالاهای ارزشمنده، اما پیش از آغاز سفر یک مهره چشمدار را به گردن خود میندازه. در باور بسیاری از تمدن‌های باستانی، از فنیقی‌ها گرفته تا مردمان شرق مدیترانه، نگاه حسادت یا همان چشم بد میتوانست بیماری، بدشانسی، شکست در تجارت یا حتی خطر در سفر را به همراه داشته باشد. به همین دلیل صنعتگران شیشه‌گر مهره‌هایی می‌ساختند که اعتقاد داشتند نیروی چشم بد رو به خودش جذب می‌کنه و از صاحبش محافظت. نمونه‌های سه چشم نسبت به مهره‌های رایج کمتر دیده میشه. درباره دلیل این طراحی نظرهای مختلفی وجود داره. برخی پژوهشگران معتقدند تعداد چشم‌ها نمادی از قدرت بیشتر در محافظت بوده و برخی دیگر آن را تنها یک سبک هنری متعلق به بعضی از کارگاه‌های شیشه‌گری شرق مدیترانه می‌دانست. در این نمونه حباب‌های ریز داخل شیشه، خطوط جریان مذاب، نامتقارن بودن چشم‌ها و فرم کاملا دستساز اثر همگی ویژگی‌هایی هستند که در مهره‌های باستانی این دوره مشاهده می‌شوند. این مهره از نظر فرم و تکنیک، ساخت و ترکیب رنگ بیشترین شباهت را به آثار کارگاه‌های فنیقی و کارتاژی شرق مدیترانه دارد. آثاری که معمولاً به حدود قرن چهارم تا سوم پیش از میلاد نسبت داده می‌شوند. امروز نمونه‌های مشابه این مهره‌ها در مجموعه‌های مهمی مانند موزه بریتانیا و موزه متروپولیتن نگهداری می‌شود.